افشای حقیقت‌های عاشقی فرزانه ناز با پسران هندی. فرزانه ناز در دبی مصروف چی کار باری است؟ درآمد فرزانه ناز در دبی چی می باشد؟ و جدیدترین فیلم عربی فرزانه ناز در سینمای دبی. ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. فرزانه ناز هنرمنده از بق ولی محبوب و ناماشنای افغانستان مدت 4 سال می شود فرزانه ناز دیگر آواز نخوانده است. فرزانه ناز در اصل از ولایت زیبای بغلان می باشد. وی در سن کاملا نوجوانی به ولایت کابل برگشته و میخواست دختر سینمای افغانستان شود. وی بعد از اجرای چندین فیلم با سلیم شاهین فهمید در هنر سینما به نتیجه نخواهد رسید. وی هنر آوازخوانی را انتخاب کرد و صدای خوب و گیرای هم داشت و آهنگهایش در ابتدای هنر آوازخوانیش در میان مردم افغانستان مطرح شده بود. فرزانه ناز بعد از آن که به اوج شهرت رسید به کشورهای آسیایی رفت آمدهایی داشت و این رفت آمدها باعث شد وی با پسران هندی در چندین شهر هند آشنا شود و فرزانه ناز برای مدت دیری در هندوستان ماند. وی توانست با پسران هندی به سینمای هندوستان دست پیدا کند و در یک آهنگ هندی نقش مرکزی را ایفا کرده است. فرزانه ناز چندین بار در صفحات اجتماعی از جمله تیک تاک لایف آمده است و بیان کرده من نامزد شدم، ولی تاکنون نامزدهای فرزانه ناز چندین بار است تبدیل می شود و فرزانه ناز اکنون در کشور دبی زندگی می کند و در آنجا هم در یک فیلم سینمایی نقش بازی کرده است. طرز پوشش و رفتار فرزانه ناز کاملا مانند غربی ها شده است و فرزانه ناز مورد نقد و انتقاد شدید مردم و علاقمندانش قرار گرفته است، ولی هر کس خودش میداند و زندگیش. ما هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.